سلام. خوش اومدید به اولین قسمت بامزه. با ما همراه باشین. قراره با مزه جوامون کلی چالش‌های باحال بریم و خوراکی‌های خفن تست کنیم. حالا شاید فکر کنید مزه جو کیه؟ اینو در ادامه متوجه میشید. خب سپر چند سالته؟ چند سالمه؟ 20 سالم. به آخه چیه؟ اما خیلی کوچیک‌ترن. دانشجویی؟ آره دانشجویی. بهت میخوره برنامه نویس طور باشی. آره هنری. یه حوزه کلا متفاوت. هنری و اینا دندون پزشکی میخونم. اوه خب درس خون دیگه. حالا من منظورم آره درس خون دیگه. بود. آره دیگه. برنامه نویس. نه اکثرا میگن هنری ولی خب مثلا کدوم دانشگاه؟ شهید بهشتی. بهشتی؟ بله. این یکی دندون رو نگاه میکنه. از این داشبورد اوپیجی منو برمیاد. نور افتاده. نور افتاده من نمیبینم. بیا همینجا وایسا. پله. آره. نه این پل نیست. نه دیواره. نیست. نه تا آره راست میگه چیزه. در پارکینگه. آره. سپر آقا اون اوپیجیه بود بندو بیرون اصلا ملش کن. من حتی در حد اون بی اس سی هم نمیدم ملش کن. من ندیدم تو چرا؟ سپر تو قراره فردا سوزن میکنی تو دهن ملت در پارکینگ رو نهید. خب سپر انرژیزا چی میخوری معمولا؟ اصلا انرژیزا نمیخورم. شرکت کننده ما رو آخه کلا اساسی نوشابه خورین انواع اقسام نوشابه هیچی. خب اینا که ما داریم همه انرژیزا شوگر فری هم هست. نه تا اصلا به خاطر اون قضیهش هیچ مشکلی با شکر و این چیزا ندارم. اصلا با کانسپت نوشیدنی گازدار مشکل دارم. مشکل در حد مشکله یا در حد اینکه مقاومت کنی نخوری؟ نه میخورم مجبور بشم میخورم. مجبور که نریم میخورم. مجبور کنه کتکم قراره بزن. نه باید بخوری. ترجیح همینه که نخورم. میخوری یا این مسیر رو پیاده برمیگردی؟ خودت یکیشو انتخاب. خب سپر ای گفتی برنامه چجوریه؟ چجوریه؟ آفرین سوال خیلی خوبه. برنامه اینجوریه که ما دو مدل انرژیزا داریم. خب یکی بلک برنه که ترکه و اورجیناله میلادی، تاریخ به میلادی هزینه کردیم. اسپانسر برنامه قضیه بریز و بپاش. ببین کیو آر کد میزنیم میره تو کشورهای خارجی. زبونت چطوره؟ یعنی چی؟ بله انگلیسی همه اینجا رو هم بخونی. آها سگه خوب کار میکنه خدا رو شکر. زبان انگلیسی نشون مخاطبین بده. یه تکون بده. یه چی بلش کن اصلا. آره زر زن غلط که بیایم فارسی رو بخون. خب دو تا برند داریم. یکیش بلک برنه که ترکه، یکیش هم لایفه که ایرانیه. از هر کدوم یه دونه شوگر فری داریم، یعنی دو مدل شوگر فری داریم. دو مدل هم عادی داریم. آفرین. دو مدل هم عادی داریم. قراره تست کنیم خب ازش و نظر شما رو بدونیم. شما الان مزه جو ما هستی. گفتی زبونت خوب کار میکنه. خیلی چی هستم؟ منم مزه دار. عالی. چون که اینا رو میریزم به من میگم مزه دار. ما بهش میگیم ساقی. نکنیه ما به اینا میگیم نجسی. قد شد که راستی میکروفون دوم باید بذارید به یقه خودت. باش. آره حدودا یه 20 دقیقه از برنامه رو از دست دادیم. حالا ما یقه بذار بهت کنده. چه هر جا دوست داری بذار. چه موهای باحالی داری سپر. خب از کدوم شروع کنیم؟ از کدوم دوست داری شروع کنیم؟ هیچ فرقی نمیکنه. خواهیم از ایرانی شروع کنیم ببینیم به لایف شروع کنیم. حمایت از کالای ایرانی. آفرین. خب از شوگر فری شروع میکنیم. باز کنم؟ انرژی زنانه رو میذاره پشت در میاد تو کار جدی. انرژی زنانه در اینجا اهمیت داده نمیشه. مهم نیست. خب بریزم یا شما میرید؟
منم انرژی مردانه رو میذارم. آره شما عوض سلامت. خودمونم بخوریم الان مخاطبین فکر نکنم دانشجو مملکت رو داریم چیز خور میکنیم. آره بذار اول ما فردا بخوریم. خبراش میاد رو سطح ما میخوریم. سپر در حوالی تهران پارس. اول میتونی راجع به رنگش نظر بدونن. تو این نور خیلی جمع قشنگ. رنگ جالبی نداره ولی خیلی روشنه، آب زیاد. ولی احساس میکنم گازش زیاده نه؟ کلا این غذا معمولا گاز زیادی داره، مخصوصا لایف. حالا من یکی دو بار امتحان کردم یه ذره گازش زیاده، ولی حالا صحبت میکنه. خواهش میکنم. طبق آخرین مقالاتی که داره. خوب کیسی آوردیم، کیسی مناسبی رو انتخاب کردیم. کیس آموزنده بچه تا هستش یاد بگیرید. آره لطفاً برگهاتون رو بیارید، دفترچه‌تون رو بیارید. 1 2 3 تیستی. آفرین. مزه پاستیلی داره یه ذره. آره شوگر فریشه، شوگر فری لایفه، زیرو لایفه. بانک شوگر فریه ولی شیرینیش خوبه، فقط شیرینیش- مزه پاستیلی میده. امیر خان هنوز متوجه نشدم. هنوز منظرونه. امیر خان چشایی هم میذاره دمه در. آره دمه در میاد تو. یه جوریه که نمیدونم بگم چه جوری. معموله. گازش از چیزی که فکر میکردم کمتر بود. آره گازش کم بود به نظر من. از چیزی که شیرینیش اولش ولی اوکی بود. مزه‌ش هم خوب بود. حالا من البته میرزا نمیخورم که بتونم مقایسه بکنم با چیزایی که خوردم، ولی خوب بود. مزه‌ش خوب بود. من فکر کنم خیلی طعم بیکن پلکس و اینا زیاد باشه، دیدم نه اوکی. خب ما خاطر اینکه طبیعت رو کمتر آره دیگه همینا زباله و پلاستیک و اینا یاب بچرخون. تو همون. خب بریم برای شوگر فری بلک برن ترک. اصلا بوی ترکیه اومد. بوی خیابونه استانبول. بوی خیابونه استانبول. ابراهیم تاتلیس. ما به رسم گلی. اول برای مزه‌جوی عزیزمون میریزیم. مرسی. همون همون رنگه. رنگش آره. اولش فکر کردم یکم سبزه ولی آره راست میگی. نه یه ذره آره با اون یکم طلایی میزد، این به نظر که حتی همون داره میشه. آره رنگشون شبیه. تیستی. آفرین. ببین این کارو کردن حواستون هست یا نه؟ آفرین. دوست شما داشتم. معلومه ولی تشنه و خوشمزه هست. خیلی. من حافظم هم میذارم پشت در میاد. آره شما همه تو حس خاموش میکنی میاری پای زفت. در رو باز کنی کلی چیز میریزه تو. آره. 1 2 3 تیستی. آفرین دوست داشتم. این دقیقا مزه رو میده. بیکن پلکسیش بیشتر. نه این یه طعمه همونجوری. این ذره قوی تره، منتها نمیدونم دیگه من چه لحاظ فرمش کنم. احساس میکنم سبکتره. نظری نداره. شیرینیش هم کمتره رو به تلخی. شیرینیش کمتره دقیقا رو به تلخی سبکتر میزنه. منظورم همینه. آها خب آره. آره یکم مثلا یه جوریه که میخوریش دیگه شیرینیش تموم میشه. آره همون. اون انگار یکم شیرینیش میموند با اون شوگر فریش بکنم فیک بود. به نظر من ایرانی چیز دیگه بود. ایرانیه. خب قاعدتا شوگر فری باید شکرش سبکتر باشه. البته شوگر فری بودن این خب بهتره، من ولی شیرینی خورم. طعمی منم دقیقا چون شیرین خورم اون به نظرم بهتر. آره منم خب شاید سلیقتون اون خودمونو یکیه، بیشتر دوست دارم. سلیقتون اون یکیه ولی این کاراییشو بهتر انگار انجام داده.
آره دیگه این مثلا این شیرین دوست داری میتونی اون یکی رو بخری با قندشو بخری. آره این شوگر فریش نه، خب قاعدتا رژیممون هم برام مهمه. خب بریم برای معمولی. اوکی لایف ایرانی باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. شروع هیجانی داشت. چه حسی داری این که اولین مزه جوی ماهی سپر؟ احساس خاصی نه بگو خیلی احساس خوبی دارم. مثلا شبم ساخته شد اصلا بهترین روزه تعطیلی فردا میرم پوزشو به دوستان میدم. آفرین اینو می‌خواستی. معروف شدم. آره. چی میگیم؟ بگیم اینا 1 2 3 تیستی. طعم ترکیه رو میده. واقعا هیچ تفاوتی بین چقدر شوگر شیرینه فری و این دیگه خیلی شیرینه به نظرم. مثلا شیرین نیست. نه این خیلی شیرین تر از چشایی ما دست دادم. نه شما یه جایی رو من چشایی گوشتم بیرون اومدم تا قبل. احساس میکنم هیچ تفاوتی با اون یکی نداره. به نظر من خیلی شیرین تره و من دیگه انقدر شیرین رو نمیتونم اصلا. شدم دهن زبون من دیگه خیلی چیز شده. به نظر من طعم شوگر ترکیه چیز طعم شوگر فری چیزو میده بلک برن. به نظر من قشنگ انگار یه تانکر پر شدن. اینا همش کار خودش جدی میگم. آره میگی نه یه لحظه اجازه بدید. آره همون تانکر همونه دارم الان مزه میکنم. مزه همون تانکر. این رنگ و گازش همونه. ما خیلی احتمال داره جفتش هم یکی باشه. اینو نگه دارید لطفا. سپر چشاتو ببند. اینو بگیر. تو اینو بگیر. داره نگاه میکنه. سعی کن نگاه نکن چون موضوع خیلی مهمی نیست دوباره. باش. یه کدوم شوگر فری؟ خب ببین رنگاش فرق میکنه دیگه. چه فرقی میکنه؟ نه هیچ فرقی نمیکنه. شما دستت اینجا بود. من میگم یه تانکر پر شده میگی رنگاش فرق داره. بخور به من بگو ببینم کدومش شوگر فریه کدومش چیزه. الان خودت میدونی کدومش شوگر فریه؟ ما بعداً چک میکنیم. نتیجه رو با شما تماس میگیرم. حتما ممنونتون میشم. برنامه رو که دیدیم متوجه. آره. خب الان هیچ نظری نمیتونم بدم. خب اون یکی رو بده. مثلا فارغ از این که چیزه این شوگر فری است؟ نه فکر نمی شوگر فری ترک است. ترک نیست همش چیزه. از ایرانیه جفتش. آره جفتش از یکیشه. من فکر کنم این شوگر فریه. شاید فکر کردی شوخی کردن ولی واقعا نمیدونم. واقعا نمیدونی؟ ببین این که دست شما من گرفتم مشکیه بود فکر کنم این. خب بیا پس نه پس برعکس گفتم اگه اینجوری بوده. فکر کنم این مشکیه بود. آره چون اول سفیده رو ریختم. فکر میکنم اونه نمیدونم. باید ما یه ویدیو چک بزنیم تو کامنت ها بگید که کدوم. ولی جدی به نظر من هیچ تفاوتی نداشت. هاشون فرقشو بگو ما اوناشو چک میکنیم. به نظرم همش کلاهبرداریه. من قشنگ یه جوری یکی بود که انگار یه تانکر پر شده. خب بریم برای گزینه آخر. این موهیتوه. یعنی انرژیزای طعم موهیتوه. بعد قطعاً چون موهیتوه طعمش با قبلیه فرق داره. آره. حالا میتونیم کیفیت موهیتوشو مزه مثلا موهیتوشو ببینیم یا انرژیشو که الان نمیشه تشخیص داد ولی
میتونم تماس بگیرم بهتون آره. بگم. با شما تماس گرفته میشه. مزه‌جوی گرامی. این خیلی رنگه. خوش رنگه. رنگ اینو دیگه میتونم آره. رنگ این دیگه دیگه. قشنگ معلومه رنگ‌های بوش هم فرق مصنوعی. میکنه. کاملا رنگه. قشنگ بوی نعنا رو میده. آره بوی نعنا و لیمو رو که نعناش قشنگ. میزنه. آره. یکم تلخه. انگار این نعنای خالی میخوری. آب نعنا. مزه‌شو دوست دارم. مزه نعنا داغ آش میده. قشنگ مزه نعنا میده. انگار این نعنای خالیه. لیموشو من حس ولی من می‌کنم. مزهشو دوست دارم. لیموشو شما حس کردی؟ نه منم لیموشو من حس بیشتر کردم. نعنا دارم احساس میکنم آره. ولی آره. لیموش یکم محوه خیلی محوه. آره مزه نعناش غالب تره. من دوستش دارم. منم اینو خوشم اومد چون من ولی کلا آدم میگه مبارکتون باشه. موهیتو دوست دارم واسه همین اینو خیلی خوشم اومد. دوست داشتی؟ نه خب بقیهش برای شما. کوبتشون ببرم. خب مرسی. دم شما گرم. خواهش میکنم شرکت مرسی کردید. دعوت کردین. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. اینجا سابسکرایبه. اینجا هم ویدیوهای دیگر رو ببینید و لذت ببرید. دمتون گرم. ای جان.